1 2 3. این روزها اینستاگرام باعث شده که همه ما خودمون رو با آدمایی مقایسه کنیم که اصلا درست نیست باهاشون مقایسه بشیم، چه در زندگی واقعی، چه در اینستاگرام، چه حالا در بقیه صفحات مجازی. همین باعث شده که به دنبال مقایسه کردن خیلی از مشکلات تازه‌ای پیش روی ما قرار بگیره. اهم از این که ما افسرده تر میشیم، دست به کارهای احمقانه میزنیم، میخوایم راه 100 ساله رو یه شب طی کنیم و چیزهای از این قبیل. توی این ویدیو میخوایم به این مسئله بپردازیم که چه مسائلی باعث میشه ما خودمون رو مقایسه کنیم، چرا نباید مقایسه کنیم و این مسئله چرا توی اینستاگرام و حالا صرفا اینستاگرام نه و بقیه صفحات مجازی که باعث میشه این اتفاق بیفته بپردازیم. خب دوستان، به چنل مثلث فکری خوش اومدین. ما تو این چنل به مسائل روزی که هم نسل خودمون باشون به نوعی درگیر هستن میپردازیم و به دنبال راه چاره میگردیم که از این راه خلاص بشیم. میتونید ما رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنتاتون باعث میشه که ما حمایت بشیم و توی این پلتفرم ادامه بدیم. خب بچه‌ها، من گفتم اولش هم مقایسه باعث میشه که ما خیلی از کارها رو نکنیم و اگر هم کاری میکنیم دست به کار احمقانه‌ای بزنیم. حالا میخوایم اینو بیشتر ببریم جلو که اون کار احمقانه چیه، مقایسه باعث میشه چجوری این کار صورت بگیره یا چه میدونم چیزی از این قبیل. حالا میخوام نظر شما بدونم. ببین، به نظر من اینستاگرام تو زمینه مقایسه مثل یه باطلاق عمل میکنه. یعنی وقتی که میفتی توش دیگه در اومدنت از اون به سادگی نیست و هر چقدر بخوای بیشتر تقلا کنی بیشتر میشیم. آره. به خاطر اینکه تو داری توی زمینه خودت و بقیه مقایسه میکنی، توی یه چارچوبی داری خودتو مقایسه میکنی که اون چارچوبه اصلا وجود خارجی نداره، منطقی نیست. تو ذهن تو ساخته شده، یه چیزی ساخته ذهن تو از سکانس‌های ایدئال زندگی، یکی که خودش اونا رو گلچین گذاشته. یعنی میاد مثبت‌ترین وجه‌های زندگیشو به نمایش میذاره. اون طرف نمیاد قسمت‌های دارک زندگیشو بذاره، نمیاد مشکلاتشو بذاره که تو هم که نمیشناسیش داری مثلا با اون نقطه قوتش خودتو مقایسه میکنی. دقیقاً. ببین خب این خیلی غیر منطقیه دیگه. اصلا اولا اینو بگم که مقایسه به نظر من کلا، یعنی نه تنها نظر من، چیزی که فکر کنم بدیهی باشه، مقایسه کلا کار اشتباهیه. خودتو بخوای با بقیه مقایسه کنی، ولی از اون اشتباه‌تر اینی که خودتو با یکی مقایسه کنی که اصلا هیچ پیش زمینه‌ای ازش نداری، فقط داری چند تا عکس و ویدیو کوتاه ازش می‌بینی. نه تنها هیچ پیش زمینه‌ای نداری، بلکه تو فقط داری اون مثبت‌ها رو نگاه می‌کنی. آره دیگه. نمیدونی که طرف چه سختی‌هایی کشیده برای اینکه به اون درجه برسه. یا چه میدونم هیچ شناختی از خانواده‌ای که توش بزرگ شده نداری و این باعث میشه تو نه تنها خودت، خانواده‌ات، دوستات، اینا رو هم سرزنش کنی دیگه، به خاطر اینکه توی موقعیتی قرار دادن که تو مثلا نتونی به اون چیزی که می‌خوای برسی. حالا بگذاریم، من بحث طولانی‌تر نمی‌کنم. تو یه جای وسط صحبت‌های آروین یه چیزی گفتیم، دوست داشتم یادم رفت، خواستم ببینم اون رو ادامه بدیم. ببین کلاً یعنی معیار جامعه اصلا تو دنیا یه جورایی، نه فقط حال کشور ما، یعنی معیارهای این که یه نفر اصلا چقدر تحویلش میگیرن به خاطر اینکه جامعه کلا مدرن شده و به سمت، یعنی هر کی پول بیشتری داره بیشتر تحویلش میگیرن دیگه. واقعیت جامعه اینه. این چی میگم، حالا نه فقط تو ایران، تو همه جا اینه. یعنی این معیارها یه سری چیزایی شده، مثل همین پول که مثال زدم، این که توش همین پیرو صحبت‌های آروین، مقایسه‌ای که تو میکنی با اون فرد مورد نظرت حالا تو سوشال مدیا، چیزیه که 80% اصلا دست تو نیست. یعنی تو حتی وقتی یه خط کتابم میخونی، باز اونم یه ربطی به تربیت تو بچگی هم داره. یعنی اون تمرکز تو هم یه ربطی به بچگی داره. یعنی خیلی مباحث گسترده است. اینا باعث میشه که مقایسه پیش بیاد ناخودآگاه. ولی خب به نظر من کلا انسان نباید خودش رو تو جایگاه مقایسه قرار بده. حالا چه از سمت اینستاگرام، چه از سمت اینستاگرام، چه از سمت جای دیگه، چون اصلا معقوله ای نیستش که بخوای با یه کانسپت یارو به خاطر یه دونه عکسی که تو اینستاگرام میذاره نصف روز نور آفتابو تنظیم کنه، ادیت کنه، فلان کنه، خاطر یه عکسی که اون تو
حالا پابلیک میشه، منتشر میشه. حالا چه برسه دیگه به ویدیو، لایف استایل طرف و سبک زندگیشو دیگه بخوای با اونا خودت مقایسه کنی که هیچی دیگه. درسته. حالا پیرو صحبتات که گفتی ادیت و این چیزا مثلا میکنه که حالا دیده بشه و اینا، تو دنبال یه توجه اجتماعی هستی دیگه. خب به دنبال این توجهه که حالا تو عکسی میذاری با به پسند یه سری قرار میگیره، خب این قطعا اعتماد به نفس تو رو میبره بالاتر. خب امکان داره یه نفر از سر حالا حسادت یا از سر ندونم کاری یه حرفی رو به تو بزنه، مثلا بگه مرشد تو مثلا ابروت اینجوریه، مثلا اون کل زندگی منو چه بزنم؟ نه حالا ارشاد با موچی فردا من ترند یوتیوبم. بابا ابروت خیلی قشنگه، شده نمی‌کنم بابا. باش به ابروی تو اصلا اصلا ابروهای تو فکر کنم وارداتی داده. ابروی تو یه نه. آدم خیلی معروفی رفته. نه من ابرو حالا چه میدونم آقا کجا تو بگم، مثال زده حالا یه جا تو، ولی درستش کرد. میاد یه چیزی اونجا به تو میگه، خب میاد میگه آقا مرشد اینجا مثلا چرا اینجوری شده، مثلا تو یه هفته دو هفته به اون حرف میشنی فکر می‌کنی، در صورتی آقا اصلا نمیدونی پایه و اساس اون حرف اون از کجا در اومده، از کجاش صحبت کرده طرف. میدونی منظورم چیه؟ تو به خاطر یه حرف خودتو میشینی سرزنش میکنی. من یه ویدیو از ورزش کردنم گذاشته بودم تو اینستاگرام، خب اصلا داشتم جلو بازو می‌زدم، این دستم کتاب بود. یه نفر گفت تو مثلا، من گفتم مثلا یه خلاقیتی به خرج دادم که مثلا بگم مثلا درگیر کارا اینا، یه ویدیو باحال مثلا درست کنم، مثلا باحال بود ویدیو. آره مثلا تو مثلا حال کردی، آروین حال کرد، فلانی حال کرد، فلانی حال کرد، مثلا یه نفر این حرفو زد، من اون ویدیو رو پاک کردم. شاید مسخره است که دارم جلو بازو میزنم، مثلا این کتابم هست. یه حالت خلاقیت تو ادیت و اینا مثلا اومدم به خرج بدم، حرف طرف باعث شد من هم از لحاظ ذهنی درگیر بشم، همون ویدیو رو بزنم پاک. تو هر چیزی بذاری یه سری هستن این حرفو بزنن. دقیقاً. خب این دیگه برمیگرده به کاراکتری که خودت برای خودت ساختی. آقا تو اومدی یه کاراکتری از خودت توی اینستاگرام توی زندگی ساختی که با کوچکترین حرفی به هم میریزی. خب پس اگه تو به دنبال تایید اجتماعی باشی بهش نمیرسی، چون هستن به قول تو کسانی که بخوان بزنن تو ذوقت. میتونی، من از این بابت دارم بهش نگاه میکنم. و حالا یه سوال دیگه هم که مطرحه، مقایسه کردن عواقبش چیه؟ ما حالا اومدیم بررسی کردیم که اینستاگرام اینجوری باعث مقایسه کردن میشه. یه مثال بزنم از عواقبش اینه که یه لحظه در کتاب باز کردم، روح کافکا در میده. عواقبش اینه که ببین برای مثال این داستان باشگاه 5 صبحیا الان این ثابت شده است از لحاظ علمی که هر کسی ژنتیک بسته به ژنتیکش و سیستمی که توش بزرگ شده و به دنیا اومده، یکی مغزش شب فعالتره، یکی مغزش صبح. وقتی ترند میشه باشگاه 5 صبحیا، اونی که مغزش شب و فعاله، شب زنده داره، شب و بیدار میمونه، اون 5 صبح رو از دست میده، فکر میکنه که من عقب من دارم کار اشتباهی میکنم. بعد میاد به زور اون یکی لایف استایل رو میخواد بخورونه به اون چیزی که مدلشه و توش نمیتونه تغییر ایجاد کنه و اون باعث میشه که بدتر از اون حالت آرمانی خودش فاصله بگیره. ببین مثلا چجوری بگم، یعنی مثلا الان یک من و تو اینجوریم، خب ببین تو مثلا 5 صبح پا میشی، دوشتو میگیری، صبحونه تو میخوری، بعد میری پای کارات، خیلی هم حالت بهتره، شب هم اونور زود میخوابی، میدونی اینجوری حالت بهتره. منم همینم. خب ولی یکی اینجوری نیست، مثلا فرضاً مرشاد اینجوری نیست، چون الان ما دو تا دوست داشتیم و ما اینطوریم، مثلا مرشاد باید احساس کنی که الان داره کار اشتباهی میکنه. نه مرشاد اینجوری نیست اصلا مرشاد مثاله 9 از خواب بلند شه حالش خوبه، آره کاراشو بهتر انجام میده. 5 صبح یهو بلند میشه آقا، شاید وایب 5 صبح نگیری. من یکی از چیزایی که مثلا 5 صبح بیدار میشم این وایب صبح دوست دارم. مثلا مرشاد وایب ظهر آقا دوست داره، مثلا سر ظهر پا میشه. همین حسین حالا داستان ارتباطش با اینستاگرام چیه به نظر من؟ ارتباطش با اینستاگرام اینه که طرف یه بار تو مثلا 6 ماه 5 صبح پا میشه،
که بره اون استوریه رو اون تایم بذاره بگه آره من از ترند عقب نموندم. میره مثلا لایف استایلشو به هم میریزه، میره با خودش تو جنگ مثلا. مثلا من عقب نموندم، مثلا من به خودش احساس بهتری بده. بگم ما منکر این نمیشیم که صبح پا شدم بعد میگم این بسته به سیستم هر کسی یه بدن طوریه. خودت داره. مثلا این تو همه چیه، نه خودتو مجبور مثلا کنی به یه کاری. ببین ما شاید- کل صحبتمون اینه بر اساس ترندای اینستاگرام آدم نباید خودشو سرزنش کنه. تموم شد و رفت. ممکنه مقایسه هم که دیگه اصلا بگو تو نه نه به خدا نمیگم، اصلا تو ویدیو رو قطع میکنم. عمرن هم تموم شد. یکیتون بگه دیگه. من اینو میگفتم که مقایسه یه موقع ها وقتی تو مثلا تو دنیای واقعی وقتی از طرفت شناخت کامل داری، مثلا من امیر حسین، یه موقع میتونه مفید باشه، میتونه پوش کنه تو رو، میتونه هولت بده. مثلا من ببینم امیر حسین تو فلان کار نتیجه گرفته، منم خب دوست چندین سالشم، تو خیلی چیزا شبیه همیم، تو خیلی چیزا طرز فکرمون یکی، اخلاقمون یکیه، بر مبنای اون میگم خب اوکی شاید مثلا منم این کارو کنم منم نتیجه بگیرم. که چقدرم بوده که تو اومدی من گفتی آرین فلان کارو کن، مثلا تو فلان چیز خیلی بهت نتیجه میده، من به تو گفتم با نتیجه هم گرفتیم. این جور جاها خوبه، تو یه سری زمینه‌ها خوبه، ولی ولی فضای رقابت دوستانه‌ای داریم. فضای رقابت دوستانه‌ای باشه، نه اینکه مثلا یه کلی باشی تو با یکی اصلا که نه با تو توی شهر زندگی میکنه، نه توی شرایط بزرگ شده، نه مثلا توی شرایط خانوادگیش با تو یکیه، نه چه میدونم تغذیه‌اش با تو چیشو تو نمیدونی، نه اطلاعی ازش داری، فقط رفتی تو اون بیفه که رفتی تو بیف با طرف که من باید این کارو بکنم، این چون این فلانی اینجوریه. ببین رقابت کردن بد نیست، خب رقابت منطقی خوبه. تو داری رقابتی میکنی از سر نادانی رقابتی که باعث پیشرفت چه خوبه، ولی رقابتی که تو رو بخواد عقب بندازه، تو رو بخواد ببره تو کانال کمالگرایی و نمیدونم سرکوب زدن به خودت و اطرافیانت، اون اصلا فایده نه، تو فقط عقب میافتی و همیشه داری. آخه مثلا چرا دو نفری میگن برید باشگاه؟ دیدی مثلا میگن یه یار تمرینی داشته باش با اون برو باشگاه، خیلی حال میده. چون یه روز تو مودشو نداری اون تو رو میاد بعد رقابت می‌بینی اصلا رفیقت داره این حرکت تو اینجوری میزنه، تو مثلا چیز میکنی فلان، رقابت میکنی. رقابت دوستانه است. هیچ این داستان کمالگرایی میگم، حالا کمالگرایی رو میخوای تو همین ویدیو بگیم؟ طولانی نمیشه. نه بگیم به نظرم. ما کلیت کانسپتشو گفتیم دیگه. اوکی. ببین این چیزایی که ما راجبش صحبت کردیم تاثیرات قبل از اینکه شما بگی کمالگرایی که از اینستاگرام میاد. اصلا موضوع صحبت ما اینستاگرامه دیگه، چون کمالگرایی میخوام جدا بشه. این چیزایی که ما راجبش صحبت کردیم بیشتر راجب زندگی شخصی فرد بود. مثلا کمالگرایی از طریق اینستاگرام، همین چیزی که تو گفتی، رو اجتماع ما و حتی دنیا خیلی تاثیر گذاشت. تو همین کشور ما نگاه کن، توقعات از پارتنر چقدر رفته بالا، از پدر مادر. حالا دیگه وارد مقوله‌اش نمیخوایم بشیم اساسی، چون تایم ویدیو خیلی میره بالا، ولی نگاه کن مثلا کسی بخواد پارتنر انتخاب کنه، معیاراش نسبت به قدیم چه تغییری که 180 درجه تغییر کرده نسبت به اینستاگرام و به قول تو همون، به خاطر اون محتوایی که سر ویدیو درست شده دیگه، محتوایی که اصلا هیچ استناد درست و علمی و منطقی نداره، فقط سعی که ویو بگیره ترند شده درست شده و این متأسفانه شده الان تبدیل شده به طرز فکر جامعه. دقیقاً مثلا همین داستانایی که اگه فلان چیزی رو نداشته باشی کنسلی و نمیدونم، یا مثلا همین اگه مثلا جزء این کسی که 5 صبح پا نمیشی کنسلی، اصلا کلا کانسپتش خنده‌داره دیگه. یعنی تو اولین جملهشو میشنوی اون دسته که اصلا واقعا چیزی نگیم بهتره، حیف باطی دوربین. کمالگرایی یه وجه خیلی بدی که داره، من خودم اینو خیلی تجربهش کردم، اینه که میخوای راه 100 ساله رو یه شبه طی کنی. میگی من باید این کار رو انجام بدم تحت هر شرایطی شده. سخت کوشی خوبه، این که تو تلاش کنی برای زندگیت خوبه، اما تلاش منطقی، تلاش اصولی دیگه. تو نه این که من باید تو یه هفته یک زبان خارجی غیر انگلیسی مثلا یاد بگیرم، من میخوام یه هفته آلمانی یاد بگیرم، دوره های اسپیکینگ فوق‌العاده 3 ماهه. یکی اون، یکی هم دیدی خودش یه سری هستن میان الکی شعاف میکنن،
چجوری مثل من یه هفته آلمانی رو یاد بگیری؟ عزیز من اون چرت و پرت داره میگه. برو بشین پای صحبت‌های یک استاد زبان آلمانی، برو بشین پای صحبت‌های یک مربی که سال‌هاست داره مربیگری میکنه. بعد اکثر کسایی که تریبون دارن، توهین به شخص خاصی نیست، ولی به نظر من اکثر کسایی که تریبون دارن تو کشور ما خودشون آدمای سختی نکشیده ایان و همین اصلا تا حدی این فضای سوشال مدیا تو ایران انقدر متشنج کرده. همین که خود یارو دنبال ریوه، سختی نه ها، تجربه نکرده خیلی از شرایط عجیب غریب روزگار و انگار. مثلا میدونی منظورم چیه؟ یعنی طرف مثلا طرف میاد میگه که اگه تو 5 صبح خواب پا نمیشی برو بمیر، مثلا اگه تو پول در نمیاری تو آشغالی. آقا شاید یکی دانشجوه، باید دانشجوی دانشگاه دولتی، خب الان چه انتظاری از اون میره؟ تو اگه تو دانشگاه دولتی کلا خیلی اطلاعی ندارم، چون خودم آزاد بودم، تو اگه مثلا معدلت از یه جایی به بعد بالا نره خیلی خودم دارم تخریب میکنم. آقا دانشجو من یه آزاد بودن خیلی هم عالیه. بچه حواستون به تایم ویدیو هم باشه من اینو بگم، من الان خودم دانشجو دانشگاه آزادم، خب اصلا این اشکالی نداره که آدم دانشجوی دانشگاه آزاد باشه. من میگم یکی که دانشجوی دانشگاه دولتیه اون نمیتونه الان بره سر کار پول در بیاره، چه میدونم چیز کنه. دانشگاهی باشی نمیتونی بری سر کار. میشه حالا مثلا اصلا اینطور آدما رو واقعا نباید نه باشون مشورت کرد، نه نباید آدم الگوی زندگی قرار داد. آقا نباید این رو آدم حساب کنید دیگه. میگه به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن، که شبی نخفته باشی به درازنای سالی. ناز نفست. یه وقتا خیلی خوشحالم. حالا بهت گفتم چقدر دوستت دارم. مثلا تایم ویدیوهای کویر شدم. کاری که دوست دارم میکنم. آقا اینقدر چیز بود کویر شدم. که دیگه ببندیمش. خودمون بریم آقا. در کل که همه این موضوعات، همه این چیزهای اشتباهی که داریم راجعش صحبت میکنیم دومینوار از اینستاگرام شروع شده. نه صرفا اینستاگرام، ولی یکی از علتاش اینستاگرامه و سعی کنید که عاقلانه تر این اینستاگرام استفاده کنید و نتیجه گیری کنید. چیزی رو دنبال کنید که حال دلتون خوبه، نه صرفا چون ترنده یا اگه این کارو نکنید یه عده بهتون میگن شما فلانید، عقب افتاده اید. آره هیچ وقت از تابعیت به صورت خیلی چه میدونم غیر منطقی پیروی نکنید. خوشحالیم که تا اینجا ویدیو همراه ما بودین. این ویدیو از من خیلی یهو مجری میشم، نه دیدی؟ خیلی خوشحالم. گفتی از تابعیت چی؟ گفتم از اقلیت با هم میگفتم. آره میگم تابعیت. از اکثریت اقلیت پیروی نکنید. اینا رو خودتون بچه‌ها بزنید به حساب اینکه ما آره دیگه مصاحبه شبکه 3 نیست من اصلا همینجوری دلم گرفته. مصاحبه شبکه 3 نیست که مثلا ما از خودتون میدونیم. من خودم اصلا کمالگراترین آدمیم که تو هر پادکستی دیدید. نظراتتون رو برامون کامنت کنید. سوتی چیزی هم دادید اونم کامنت کنید بخندید. ما دادیم اونو ندادن که. اون لحظه که راجع به سوتی صحبت میکنه سوتی گفتم دادید دیگه، گفتم سوتی دادید. گفتم دادید. خب اشتباهه. اگه هم ندادید اشکال نداره. همینو کامنت کنید. عدد 3. بچه‌ها دمتون گرم که تا اینجا ویدیو نگاه کردید. فقط اینم بگم که این ویدیو از سری دوم ویدیوهای اینستاگرامه که ما توی ویدیو قبلی به تنبلی و اینستاگرام پرداختیم، رابطه مستقیم تنبلی با اینستاگرام، و توی این ویدیو هم به درد مقایسه و کمالگرایی که از اینستاگرام نشأت میگیره پرداختیم. اگر دوست داشتید این ویدیو رو برام بگید که ما ویدیوهای بعدی اینستاگرام هم ضبط کنیم. اگه نه که ما یه موضوع دیگه‌ای بپردازیم که شاید بیشتر باهاش سر کله میزنید. مرسی که تا اینجا ویدیو همراهمون بودین. لایک و سابسکرایب و کامنت هم یادتون نره. شما با کامنت گذاشتن و لایک کردن میتونید ما رو حمایت کنید و نشون بدید که محتوای کانال ما رو دوست دارید و ما رو دنبال میکنید. دمتون گرم. خیلی مخلصیم. خیلی مخلصیم.